عن المثنى ابن رجاء قال جعل ابو حنیفه على نفسه ان حلف بالله صادقا ان يتصدق بدینار. ابو حنیفه برای خودشون شرط مونده بودن که اگر به نام الله قسم خورم، راست گویم در قسمم، راستگوی برایم 1 دینار نفقه میکنم، یعنی اطرافی $300. و کان اذا انفق على عیاله نفقه تصدق بمثله. اگر به خانهشون به چند پول خرید کنه، همین روز به خانهتون چی خرید کرده بیام، همین مقدار خیر میکردیم. یعنی این درباره اولین جمله درباره ورعشون که یکی اگر قسمم نادرست برآمده نماند گفته 1 دینار خیر میکرد. یعنی اون 1 دینار که مثلا 10 مسکین نه، یعنی 10 مسکین سیر میشد. یعنی به $300 چند مسکین سیر میشد؟ خیلی. اگر $10 و سیر شوند یعنی 30 مسکین سیر میشد. الله تعالی برای 10 مسکین گفته است اگر کسی قسمش شکنه، قسم خورد و قسمش شکنه 10 مسکین به طعام میده. امام ابو حنیفه قسم راست خورانم احتیاطاً یعنی 1 دینار صدقه میکردیم.